سلام آقا. بعد از فضاحت ولایت تو روز 22 بهمن و کسادی دکون آخوندا، تیوی ریش اساسی به دست و پا افتاد تا با انواع و اقسام جنگولک بازی ها یه جوری صورت ولی فقیه و سرخ نگه داره و خلاصه آبروداری کنه. به نظر میرسه 5 موضوع هست که در مورد راهپیمایی 22 بهمن بسیار بسیار مؤثر هست و به گونه‌ای میتونیم بگیم رسانه ها رو مجبور میکنه که این رو در قاب خودشون قرار بدن. نخست این که شمار شرکت کنندگان در این راهپیمایی است. رویدادی اگر میزان مشارکت کنندگان بیشتر از یک عددی بشه، طبعا هیچ رسانه‌ای نمیتونه نسبت به اون با دیده اغماض نگاه کنه و اون رو در قاب رسانه‌ای خودش قرار نده. شمار شرکت کنندگان از یه تعدادی بیشتر بود. اون تعداد چند نفر بود؟ چرا نمیگی؟ بعد رسانه ها مجبور شدن جمعیت رو تو قاب خودشون نشون بدن. مطمئنی؟ پس اینو چی میگی؟ نباید زنگ بزنی چون خلوت الان. آیا عبادی بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش ما رو همینک از تقاطع رودکی خیابان آزادی میبینید و میشنوید. همونطور که مشاهده میکنید ساعت 10 ساعت 11. الو سلام، های بلیط می‌کنی؟ ساعت داریم. خانم بسش کن. اینم از سوتی بازار ولایت تو قاب دوربین رسانه ها. خیلی خوب، آمار جمعیت و این حرفا دستمون اومد. حالا بریم ببینیم تأثیر این نمایش اقتدارمدارانه رو اوضاع و احوال داخلی نظام چیه. با این سیر داغ پیاز داغی که تیوی ریش به قضیه میده احتمالاً باید خیلی مؤثر باشه دیگه، نه؟ و تمام تلاششون این بود که پشت میز مذاکره بگن که چی؟ ما تحریم کردیم. تحریم برای چی انجام داده بودن؟ اصلا خودشون آشکار و پنهان همه جا میگن تحریم کردن تا شکاف بیفته بین مردم و نظام، چون تنها پشتوانه نظام مردمه. درست قدرت نظامی داره، موشک و اینا، ولی همشون به شرطی عمل میکنه که مردمه. تمام تلاششو کرد که مردمو بگیره. 22 بهمن چه اتفاقی افتاد؟ مردم دوباره همون منبع قدرت نرم 56 57 رو آوردن و در نتیجه الان فردای راهپیمایی در میز مذاکره، طرف مذاکره کننده وزیر محترم امور خارجه ما و تیمش در مقابل طرف غربی دست بالای بسیار قوی رو داره. آره، تیم مذاکره کننده خیلی دست بالا رو پیدا میکنه، به خصوص با فوشایی که دلواپسا تو مذاکرات نصیبش کردن. اصلا جیبش خیلی پر میشه، یعنی میترکونه. برخواره های حکومتی هم همینو گفتن. سازمان بسیج شهرداری تهران روز گذشته با تولید انبوه پلاکارت های مزین به عکس امام و رهبری که زیر آن نوشته شده بود توافقات ننگین مایه ذلت ماست، نگرانی دلواپسان را در سطح وسیع به عنوان نگرانی و دغدغه نظام مطرح کرد. مقابل دانشگاه صنعتی شریف در خیابان آزادی اعلامیه‌ای علیه مذاکرات هسته‌ای پخش شد که در پایان آن آدرس اینترنتی تشکل یک دانشگاه مشخص درج شده بود. این بروشور و پخش گسترده آن در بزرگترین مراسم وحدت ملی در حالی پخش شد که رهبر انقلاب در آخرین بیانات خود از روند مذاکرات و عملکرد تیم مذاکره کننده حمایت کردند. یکی رو میگه علیگدا از مذاکرات حمایت کرده بود. بابا ولی فقیه کیلوی چنده؟ تو این اوضاع و احوال کی واسه ولی فقیه تره خورد میکنه؟ بابا وضعیت خیتر از این صحبت هاست. ببین شریعت نداری واسه شیخ فری چه چماقی بلند کرده. رفراندوم مورد نظر رئیس جمهور محترم با شفافیت و صراحتی مثال زدنی و ماندگار صورت پذیرفت. نتیجه این رفراندومان که حاضر نیستند امتیاز نقد بدهند و وعده های نسیه تحویل بگیرند. راه کار گشایش اقتصادی را در مراجعه به ظرفیت های داخلی اقتصاد مقاومتی می دانند و نه در چالش هسته‌ای.
معتقدند در فرمول حکیمانه نرمش قهرمانانه سهم نرمش به اندازه کافی و شاید هم بیشتر ادا شده است و اکنون نوبت به قهرمانی رسیده است. اینم از تاثیر نمایش 22 بهمن روی وحدت خرمورای نظام. وقتی آخوندا از جمع کردن ساندیس خورم عاجز میشن، وقتی شیخ فری میره تو سخنرانی دوباره چماق رفراندوم هوا میکنه، وقتی دلواپسا جای راهپیمایی واسه 22 بهمن میرن تو کار پن بزنی اکبر کوسه و شیخ فری، همین میشه دیگه. حلیه دارو بگو که میخواست با این نمایش بگه نظامش گیر نیفتاده. از قضا سرکنگوین صفرا فزود، روغن بادام خشکی می نمود. بحثای داغ و شفاف با آقای موشکار، با آقای موشکار.